روزی یکی با ابلیس لعین برخورده، دید که پشت بر دیوار فراغت و اطمینان زده و با خود وسوسه و انبساط و سروری دارد. گفت ای ابلیس پرتلبیس، چون است که امروز از آبیاری کشت نیرنگات دست برداشته ای، دستگاه فتنه و فساد خلق را نامنتظم گذاشته ای؟ علت این شوق و شعف چیست؟ گفت 2 نایب قائم مقام از جانب خود در میان خلق تعیین کردم که 100 چندان من مهارت دارند. یکی دروغگوست و دیگری بخیل. تا تخم این 2 عمل در زمین خاطرها افشاندم، سررشته مفاسد و اختلال در میان بنی آدم چنان مضبوط و محکم گردیده که دیگر احتیاج به وسوسه و تحریک من ندارند. و از آنجا که حق تعالی را دشمنی بتر از دروغگوی و بخیل نیست، هر روز از رهگذر این 2 عمل چندین کس از فیض رحمت الهی محروم گردیده مستحق جهنم می شوند.